ژورنالیست انورا سرکورова که اساساً تحولات مربوط به ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند در فیسبوک 5 عکس خانه از طرف مقامات به خاک یکسان شده یکی از لیدرهای غیر رسمی این منطقه امرالدین علوچاєв را نشر کرد. علوچاєv که ماه ینور سال 2022 از روسیه آورده شد، روز 29 اپریل در یک دادگاهی که همگی چند ساعت دوام کرد به 18 سال زندان محکوم شد. مقامات خانه او را در پایان ماه مارس چپه کردند. مقامات تا حال سبب چنین تصمیمش را رسما شرح ندادند، ولی بنا به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی مقامات دلیل آوردند که خانه علوچاєv گویا در حدود یک مکتب نویه رشقله ساخته میشد و یک مسئول اداره زمینسازی این قطعه زمین را غیر قانونی فروخته است. عثمان علیدادوف سابق مسئول اداره زمینساز نویه رشقله را گویا به همین دلیل به 8 سال زندان محکوم کردند. ولی انورا سرکورова از قول نزدیکان علوچاєv می نویسد که آنها یک سال از پی اجرتگذاری این ساختمان دویده همه اجرتها را علاکه سال 2013 جمع آورده بودند. به آنها یک سال لازم شد که تا تمام اجرتهای لازم برای قانونی کردن این قطعه زمین و اجازت برای ساختمان خانه را جمع کنند. سرتیفیکاتی که حق این عائله به این قطعه زمین و بنیاد خانه را ثابت میکند تا حال در دست عائله علوچاєv است. ساختمان خانه 7 سال باز طول میکشید و در این مدت یگان نماینده مقامات در مسئله بنیاد خانه علوچاєv اعتراض نداشت. می نویسد سرکورова بنا به اطلاع او کم بودن مبلغ سبب چندین سال طول کشیدن ساختمان شده است. علوچاєv در 7 سال تنها ساختمان قبط یکم بنا را به پایان رسانید که آن هم در پایان ماه مارس پاره به زمین یکسان کرده شد. به گفته شاهدان برای ویران کردن خانه این فعال جمعیتی از خروق به مرکز نویه تراکتور آوردند. می نویسد انورا سرکورова. امرالدین علوچاєv 21 دکمبر سال 1977 در نویه رشقله ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده 2 فرزند دارد. اسم او بار اول در اکتبر سال 2018 وقتی در سرخط خبرها افتاد که مقامات در قطار 7 لیدر غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان با علوچاєv نیز یک پروتکل علیحده امضا کردند. بر اساس آن سند علوچاєv عهدهدار میشد که از تشکیل گروه‌های جنایی دست کشیده جوانان را به ضد حکومت نشوراند. امرالدین علوچاєv را یکی از تشکیل کنندگان میتینگ شام 25 نوامبر در نزد سفارت تاجیکستان در شهر مسکو میشمارند. او از جمله آنهایی بود که آن شام با سفیر تاجیکستان در روسیه دولتشاه گل محمدزاده ملاقات کردند و طلب‌های اعتراضگران را به وی رسانیدند. علیشیر میرزانبات رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و دلیر جمعه وزیر انرژتیک تاجیکستان روز 2 ینور در یک جلسه در خاروق علوچاєv را سرکرده گروه جنایی نام برده به آن ابدار کردند که زادگان ولایت را در روسیه به ضد حکومت میشوراند. امرالدین علوچاєv روز 11 ینور در ولایت بلگراد روسیه دستگیر شد و بنا به خبرها علاکه روز بعد از طریق مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان تنها روز 2 فوریه تصدیق کردند که او در دوشنبه در حبس قرار دارد.